یه چشم تازه به آسمون باز شد. اون چشم همه چیز رو زیر و رو کرد. جیمز وب علمی که میشناختیم رو صفر کرد. ما فکر میکردیم جهان رو میفهمیم. میدونستیم کهکشان‌ها چطور شکل میگیرن، ستاره ها کی به دنیا میان و حتی حدس میزدیم اولین نور بعد از بینگ بنگ کی شروع شده. ولی جیمز وب آمد و گفت اشتباه کردیم. این تلسکوپ یه هیولاست، آینه هایی که از طلا، سردتر از فضا، دورتر از ما، با نگاهی که زمان رو میشکافه. اون به عقب نگاه میکنه، نه 100 سال، نه 1000 سال، بلکه 13 میلیارد سال پیش، به لحظه ای که جهان تازه داشت یاد میگرفت روشن بشه. اونجا کهکشان هایی دید که نباید وجود میداشتن، خیلی بزرگتر، خیلی پیرتر و خیلی زودتر از چیزی که علم میگفت ممکنه. مثل این که توی مهد کودک یک پیرمرد ببینی. مدل های کیهان شناسی فرو ریخت و دانشمندان گفتن که این تصاویر درسته، باید تاریخ کیهان رو بازنویسی کنیم. اگه تا اینجای ویدیو هنوز چشمت از صفحه جدا نشده، یعنی مثل من مجذوب این کشف شدی. پس حتما سابسکرایب کن، چون تو ویدیوهای بعدی قرار رازهای دیگر جیمز وب را بررسی کنیم، از دنیای تاریکی که شاید پر از زندگی باشه. اما فقط گذشته نبود که شوکه کرد. جیمز وب به آینده هم نگاه کرد، به دنیایی که شاید زندگی اونجاست. سیاره های دور، ستاره های دیگر. با طیف سنجشیش تونست هواشون رو بخونه. آب، متان، دی اکسید کربن، ترکیب هایی که فقط در حضور حیات پیدا میشن. تصور کن از صدها سال نوری فاصله بتونی بویی از یک سیاره دیگر رو حس کنی. یه نور میدرخشه و جیمز وب میفهمه که اونجا چی نفس میکشه. این فقط علم نیست، جادوی ریاضیه. بریم به جایی که ستاره ها متولد میشن. حسابی هایی مثل ابرهای رنگی پر از غبار و نور. قبلا فقط سطوحشون رو میدیدیم، اما حالا جیمز وب تونست از درونشون عکس بگیره. در دل اون ابرها ستاره ها دارن به دنیا میان. لحظه ای که گاز جمع میشه، فشار زیاد میشه و ناگهان یه ستاره متولد میشه. اون لحظه تولد ثبت شد، انگار خود جهان برای چند ثانیه در رحمش را باز کرده باشه. وقتی دانشمندان داده های ساختارهای بزرگ جهان رو دیدن، یک سوال پیش آمد: چرا نظم کیهان اینقدر دقیق و غیر منتظره است؟ کهکشان ها الگوهای ساخته شبیه به شبکه زنده، یه تار عنکبوت کیهانی که جهان رو به هم میروزه. آیا گرانش اونطوری که فکر میکردیم کار نمیکنه یا پای یک نیروی ناشناخته در میونه؟ جیمز وب جواب نداد، فقط سوالهای بیشتری ساخت. اما لحظه‌ای که دنیا رو لرزوند این بود. اولین تصویر کامل جیمز وب. وقتی روی صفحه ناسا ظاهر شد، سالن سکوت کرد. همه چیز خیره موند. اون عکس پر بود از نقطه‌های نور و هر نقطه یک کهکشان بود. در جایی که چشم ما فقط تاریکی میدید، میلیاردها کهکشان وجود داشت. یعنی حتی در سیاه‌ترین نقطه‌های آسمون نور همیشه هست، فقط باید دقیق‌تر نگاه کنیم. جیمز وب فقط یک تلسکوپ نیست، یه ماشین زمانه، یه نویسنده تازه برای کتاب کیهان. هر تصویری که میفرسته یک مدل قدیمی رو میسوزونه و به یک حقیقت تازه آشکار میشه. اون فقط جهان رو نمیبینه، داره ما رو به خود آغاز میبره. حالا یه سوال بزرگتر: اگه این همه شگفتی اون بیرونه، ما در این میان کجاییم؟ شاید یک روز تصویر بعدی جیمز وب نقطه ای از نور رو نشون بده که درونش ما هستیم. اگه از این سفر در زمان خوشت آمد، با یک لایک ساده کمک کن این ویدیو به آدمای بیشتری برسه. و اگر مثل من دنبال کشف رازهای بعدی جیمز وبی، سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی را دست ندی. در قسمت کامنت ها بنویس از کدام از یک از این کشفیات خوشت آمد تا ویدیو بعدی چشم از آسمون بر ندار.